برای بکس گنگ یوتیوب، حالتون چطور بچه ها؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش آمدید به اولین ویدیوی چنل من. همینجور که بچه ها تامنیل دیدین قراره امروز درباره من و کانالم صحبت کنیم. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید، یه کامنت انگلیسی بذارید چون خیلی حمایت بزرگه برای من. و همین دیگه بچه ها، بدون بعد تلی بریم سراغ این ویدیو خفن. Let's go. خب بچه ها، همینجور که تامنیل دیدین قراره درباره کانال با هم صحبت کنیم. من میخوام توی این کانال از ماینکرافت گرفته تا هر گیم دیگه، حالا آفلاین چه آنلاین چه پابجی چه کال آف چه فری فایر، حالا فرق نمیکنه، میخوام توی این کانال بذارم، ولی بیشتر برای ماینکرافتم و ماینکرافت از همه گیم ها و نظرم بهتره و نمیدونم نظر منه. شما توی کامنت ها بگین که کدوم گیم بهتره. به نظر من ماینکرافت خیلی هم خوبه و گیم خوبیه. و همین دیگه بچه ها، توی این کانال میخوام درباره ماینکرافت و بیشتر درباره ماینکرافت ویدیو میذارم، یعنی از سری هاردکور گرفته تا لاکی ولاگ، وان ولاگ و اسکای ولاگ و همینجور چیزا. سری سوروایول شاید نذارم، ولی هاردکور بیشتر ویدیوی هاردکورم. و مهمترین کاری که توی این چنل میخوام براتون بکنم، میخوام این مودپک های خیلی خفن براتون معرفی کنم و شیدرهای خیلی خفن براتون معرفی کنم. و مثل همین شیدری که الان دارم خودم ازش استفاده میکنم. ببینید چه شیدر خفنیه، بدون نقطه پیچ هم هست بچه. شیدر گرافیکیه، اگه خواستین بهم بگیم یه ویدیو دربارش براتون درست میکنم. و بعد از این ویدیو که الان دارم براتون میگیرم، امروز میخوام یه سری هاردکور بیلد، یعنی توی هر قسمتی که براتون ویدیو میذارم میخوام یه بیلد کوچولو براتون درست کنم و این خیلی خوشم میاد از این کار. میخوام هاردکورم باشه و بیلد های خفنی هم توش بسازم و یه رکورد خفن تری میشه. خب همین دیگه بچه، خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید چون خیلی بهمون کمک میکنه. این ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت هم بذارید. حتما کامنتتون انگلیسی باشه چون اگه انگلیسی نباشه سابسکرایبتون از میشه. و یه کامنت فارسی هم بذارید، من کامنتتون رو لایک میکنم. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.